اگون چی اوچا ندارم اینا ما اوچا ندارم لوبایش برچکا دارم پول دارم خونه دارم زن فرزند دارم همه چی دارم من کیف همین چیزا نمیفهمم اوچا کی نیست من میرم نمیفهمم خیال میکردم اوچای ما بسمرد نیای یا امر دابولای سری ما ای ما در زور نیست خیال میکردم همه ای ما میرفتیم در اونجا ما را اتا اوچامون میبرواد خیال میکردم ما را اتا اوچامون زورای درومدن ما را بروادن نه که در اصل سرشون خم کدگیم در اصل زوره کدگیم در اصل التماس کدگیم که بچه ما سود نشود اون دوره جنگ نیست ما پروست اختون بنانی خویدگی کلان شدگی یگان تات عذاب نکرده نام بیاری یگان تایتال عذاب نکرده نانه یاد کش بیاری نانه خویدیم تقیدیم تقرد کده نه خویدهش کده تک بازی نه یگان چی یک گلب ده ما یک گلب ده سم دستون باشه زندگی زور باشه پری جوره دارم جوره را دران ها وقتی پول نداری که اونا میپاری جوره را بدی ها اونا مصیبت داری اونا میبینی روزی مرده و چند جوره جانی 11 سال خونده کلان شده شو رفته پیان شده من اونجا بچه های بگونه درگرد من جوره خودم پیان شده سم در دیسکته کرد این هم که جوره نیست جوره نمیخوام شوا داری این جوره این هم کتا داری که نمی جوره کرد اکت هستای و چک هستای نمو جوره کرد این همون چدیدم همه این همون شد هیچ برای چند گذشتگه این همون چند من نگاه دارم جورم اومد برفندم کرد زد رفت شوید رو زد پیان شید سهر اومدم گفته بچه هم جوره من کجا شد گفت علی پیانی بود چند من گذشته تو پیان میوی او دیگه جوره من نیست همه شغالم برای ما تو دیگه کفام گپ میزنن غیرت ندارن جوره جنگ تلپه خراب نیست جوره یک تا دو تا میشود جوره در وقتی مصیبتت میبینی جوره در وقتی تنگید میبینی جوره در وقتی سنگید میبینی گلاش کمیده در کشا بیا ما حیاتو نقل میکنم حیاتون بزدید گذاشتگه مطرح میگم من کورا نکن همه شدیدین همه شد ماشینو دم بشتم کتگی هیچی در اصل حالی فکر میکنم همون وقت در تایزستی اگون کرد نقاطیدم رزم میکرد در کاری گنده حتی چرا خفه کردم حالی لوبای چی دارم نمیدونم کی دارم نمیدونم کی کنم لوبای چی دارم من نفهمیدم کیف شد اوچکی ندارم و کیفش نمیفهمم خدا یگان تا دپو یگان خور نزنه به اوچه یگان کسایشون نکرد دردی به اوچگی یگان تایت نمیدونیم یکی پدرت من آقای زنگ زد که استاد مسئله یک بچه را ببین که گذرانده است چی نروشنی کردی نروشنی چی داری خونه داری یا برای چه سلام میکنی کم بودی تبو چیزی که ممکن که تو نرسد تو گفتن نتونی و ما یکون کار کنی تو در چی نمیرسه عقل نمیرسه تو در ترینیروفکت بزیبایی تو در خونگیتون ویمانی نمیکنن تو در چی نمیرسه ایس حقیقت در چنی تو بدن ما داجه تلفون کنوپچنی نداشتیم تو اوجه ایفون داری تو در سین فیوزنامی 200 پول دیده تو در سین فیوزنامی شوکی پیش داری چیزی پیش میکنی تو با همه همی شگر نکده با غمتی اینا تو نمو قدر میکنن تو چی فایده میاری خونه دار اینا اتایت جون میکنن تو را میخرونه سومد میتا کلی مکتب تا میتا فرمت هم میخره وفیم حال نیتره 25 بید میکنن تو چی میکنی خونه دار یک پلیس تا برای خونه را مده بگون آخی صورتاتون هم میمونی یا دست دکسای نخیلی میستی اینم جا میرای یه روز اگر تو پرگون میکنی 10 تا باینه میکنی اینم جا میرای پیش پدرت پیش موزره خدا هم چوکش میکنی هم مچک میگوی اتا و چه ما وپشه دیگه یگون خیلی نروشنی نمیکنم سری وقت زاو میرم سری وقت میخونم اگه پیشمون نمیدونم لیش نما خیلم ساعتی 9 در بیرون دیدمت اونجا دیگه لوگو خیبت را شرمنده میکنم برای که دیگه ما دفعه ندارم همین اتایت من از زنگ میزنم میگه که مرا گفت ما بخش پرسید تمام یه روز سنم که اگر یک روز 10 مینوت در میکنی اینمی را بزیر بودی تو فهمیدی مرا تا 10 سوال ماش کسا یا برم سوال کار کلا نبرم مرا که باید بگیری تا باید اونجا ببروی امروز تو براتن امروز تو اونجا اتاپورا گذاشتن 10-20 سیبوری برام کردن یک بار برام نکرد پیشی پراگول
یه روز پرگویت 2 روز ترینوفکا میزنم اینا در نسل یاریانم ملتی کیانم رستمی زمانم من تاجیکم سعدی اسماعیل سعدی اونی لقبش سعدی اونی امورا مزه شونده است در دولت روسیه انا در بالینسا خواه لیچه نکادستان ما هم مکسد در اقتصادی اونی دوم بکنیم که خدا جان ساق سلامت به وطن بر بگرده با قدیم و مخلصی کنم برای سعدی اونی ها چک بزنیم خداوند تشت برادرو هم مکسد چک بزنیم نمیستیم برای سعدی اونی زنده باشیم سعدی جان ما هم مکسد دعاگویم انشاءالله ساق سلامت به وطن بر بگردیم آمین الله ایشالله که بیمارم باشه ما برای وطن برای دولت ملت برای ورزشگرای ملت میریم همین کسال همه خیلی بیمار انشالله که مخلصی میکنیم انشالله بسیار ما خیلی نستگیم اینجا روش تا پول کار نمیکنم اردک 10 روز شد اینا نه اوکول و دیگر زندگی از مرا بوده هم دلی دیری نرو میخراشد یادایم درد و داغ سینه رو درد و داغ سینه رو زندگی ای احسن سلامت باشین دوستان عزیز دوست می‌دارم همه شما رو از ته دل بگذار همیشه هم خیلی صادق بمونی سعدی سلامت باشین یکی آدمایی که مردمی تاجیک رو در تمام جهان متحد میکنه انا سعدی جان کمتر خیلی مازش گرفته ما اینفورماسیون پورا نداشتیم خبری پورا نداشتیم معلوماتی پورا نداشتیم نیروز اومدیم احوال شدیم نیویت غمگین شدیم یگم خزبار یگم خوای نیست یگم شدکار نیست просто در حق سعدی جان دعا کنه فقط دعا کنه که تسترک ساز شود ان شاء الله او تو 5 دکبر سعدی جان چی گفتنی السلام علیکم دوستان عزیز تشکر زیاد بعد اینجا برای قدردانی برای قدر حمایت کردین اومدین خبر گرفتین سعدی جان خدای مهربان شفای کامل شفای عاجل بده خدای مهربان هر کجای باشی سرت بلند باشه برادر عزیزم در دنیا رقم 1 سعدی جان با بیماری نگاه نکرده امروز اومدید خوش اومدی سعدی جان ما سخن کردیم که برای دولت ملی و وطن ما خدمت میکنیم اگر یا پام داشته باشیم مو پام داشته باشیم برای وطن به پا و به دستم باشو میگم من بر نمیگردم تاجیکستان ما پیش تاجیکستان همه تا دوست می‌دارم امین رم به نقش وطن پیرهن از خشتنم نیست بر سر ننهم آنچه کلاهی وطنم نیست من وارث جمشیدم و فرزندی تهمتن آریت بیگانه سزاواری تنم نیست اصلی وطن هست متایی دل جانم من سربتگی پرچمی بیگانه نمانم من سربتگی پرچمی بیگانه نمانم با مظهر آزادی 30 ساله ملت چون کوهی سرافرازم و منظور جهانم چون کوهی سرافرازم و منظور جهانم من جامعه عاریت بیگانه نگیرم آزادگی خش بزولانه نگیرم من به نسب و سنت و تاریخ نباشم هر کس که چو من باش بگوید نپذیرم